قشنگا، وقتتون بخیر باشه. میریم سراغ آموزش یه گلستینه یلایی و کریسمسی فوق‌العاده جذاب و شیک که تو ادامه فیلم آموزشش رو با هم دیگه میبینیم. با من همراه باشید. بچه تو درجه اول ما نیاز داریم به ربان 25 میل یا 2.5 سانت که شما میتونید از هر نوع ربانی برای این کار استفاده بکنید. میتونید از ربان باتیک استفاده بکنید یا از ربان مثل من گروگن استفاده کنید یا ساتن استفاده کنید. پس ربانتون فرقی نمیکنه از چه ربانی دارید استفاده میکنید. من میخواستم که گلستینم یک مقدار حالت ایستاده تر، شق و رق در واقع به اصطلاح به ایسته، از ربان گروگن اومدم استفاده کردم. سر ربانمون رو میایم صاف قیچی میکنیم، بعد فندک میگیریم، به این صورت سرش رو صاف میکنیم. حالا میایم 6.5 سانتیمتر 15 تا گلبرگ قیچی میکنیم. پس ببینید این 6.5 سانتیمتر، اینجا علامت میزنم، خطکشو میزنم صاف، خط میکشم 15 تا به این صورت تا میکنم. بچه 15 تا ما نیاز به گلبرگ داریم. همینجوری به این صورت میایم قیچی میکنیم. خب فندک میگیرم. دو سرش فندک گرفته شده. حالا برای درست کردنش میام از یه سمت شروع میکنم، فرق نداره از سمت راست باشه یا از سمت چپ، چون دو سمتش باید دوخت بخوره. ربانم رو به این صورت مثلثی تا میکنم. یک بار دیگه از گوشه بیرونیش، این گوشه بیرونی ربانمه، تا میکنم میارم روی کارم به این صورت و میام با نخ سوزن یه بس میزنم. گرم و ما بین دو تا لایه ربانم میذارم به این صورت. دندون موشی من یکی دو بار اینجا رو بس میزنم. حالا میام سمت چپ رو میخوابونم به این صورت تا میکنم این چنینی توی دستم. قبل از اینکه نخم رو قطع بکنم توی دستم نگه میدارم، سمت صاف ربانم رو هم دیگه میذارم، وسط ربانم رو اینجوری میشکنم. وقتی شکوندم میام چیکار میکنم؟ به این صورت فندک میگیرم. وقتی که فندک گرفتم به این صورت میام سوزنم رو از پشت این هشتی که اینجا ایجاد شد رد میکنم، نمیکشم بچه، کاملا آزاد میذارم گلبرگم رو. حالا میام این دوتا رو بس میزنم که تا زده بودم. بچه من نمیخوام گلبرگم، ببینید میخوام حالت فرمی که داره خودش بمونه، نمیخوام نخمو بکشم. اگر نختون رو بکشید در واقع چینکش کردید. ما تو این گلبرگ
نیاز ندارید چینکش بکنید. بس میزنم و به این صورت نگاه کنید فرم خود گلبرگ باقی میمونه. میام 15 تا اینجوری گلبرگ تهیه میکنم. سوزنم و دادم اومدم این قسمت، این لبه پایین. حالا 2 مرتبه میرم یه گلبرگ دیگه برمیدارم. گلبرگ جدیده رو میزنم روی این یکی گلبرگی که دوخته بودم. به این صورت این شد 3 تا. حالا این 2 تا رو باز بس میزنم به این صورت. 2 مرتبه سوزنم و میارم این قسمت. این 2 تا رو از این ور اون ورش رد میشم. باز از پایین گلبرگ، لبه گلبرگم پایینش میام بیرون و آخرین گلبرگم رو میذارم روی 3مین گلبرگ. باز پایینش رو اینجوری بس میزنم. به این صورت یه 2 تا بس میزنیم. 2 مرتبه این تیزی رو میگیرم، رد میشم سوزن رو ازش. رسیدیم به قسمتی که باید این 2 تا رو بپوشونیم. بچه‌ها برای همپوشانی کردن، یعنی حالا همپوشانی کردن یعنی چی؟ یعنی که ابتدا و انتهای کارمون مشخص نشه. از کجا شروع کردیم به کجا ختم شده و پایانشه. نگاه کنید. باز من فکر میکنم ابتدای کارم اولین یه گلبرگ دیگه است. میارم میذارم روی انتهای کارم، یعنی اینجوری. از داخل که نگاه کنین اول و آخر شروع کارتون و انتهای کارتون مشخص نمیشه. این 2 تا رو باز میذارم روی هم دیگه و میام چیکار میکنم؟ بس میزنم. فقط طوری نمیکشم که بخواد جمع بشه. حواستون به این باشه که نیازی نیستش که گلبرگتون رو جمع بکنید. ابتدای کارمون ما اینجا رد نشدیم دیگه. سوزنم رو رد میکنم. حالا چرا این کار رو میکنم؟ به خاطر اینکه این شکستگی رو محکم میکنه. وقتی سوزن ازش رد میشه اون شکستگی محکم میشه. خب زیاد نمیکشم، در همین حد کافیه. این 2مین قسمت. بچه ها ببینید این ردیف دوم اومد روی ردیف اول سوار شد. ببین این 5 تایی بود، این 4 تاییه. حالا من باید 3 تایی رو درست کنم. 3 تایی هم بچه ها مثل همین 4 تایی درست میکنیم. برای دوخت مغز گلمون بچه ها به این صورت ببینید این 1 لا میپیچونم، این 2 لا و اینم 3مین لا که دیگه میاد روی خودش. به این صورت. خب بچه این پایینش رو میام چیکار میکنم؟ بس میزنم. از چند جهت من هی بس میزنم که محکم باشه و پایین کارم جمع بشه. ببینید این مغز گلم. لایه بعدی رو بچه ها ببینید اینجا که بازه رو میذارم قسمت بسته گلم به این صورت و به این صورت اینم بس میزنم. به این صورت این پایینشو
بس میزنم که محکم بمونه. این لایه دومم. میتونم باز به سمت بیرون بازش کنم. خب لایه سومم رو میام چیکار میکنم؟ بازم قسمتی که باز بوده، ببینید این قسمتی که باز بوده به این صورت میذارم و پایینشو این چنینی محکم میکنم. بچه ببینید این مغز گلمون شد. حالا این مغز گلمو من سوزن رو رد میکنم وسط ستایی به این صورت بره پایین. بچه قبل از اینکه ما گلمون رو انتقال بدیم روی نمدمون و فیکسش بکنیم، گل 4 پر و 5 پر رو به این صورت میذاریم و چند تا کوک میزنیم بهش. بعد از اینکه کوک زدیم محکم شد، میایم روی نمد چیکارش میکنیم؟ محکمش میکنیم، میدوزیمش. بعد میایم این گل مغز گلمونو میایم انتقالش میدیم وسط گلمون و بس میزنیم و دوخت میزنیم تا محکم بشه. خب حالا برای شروع، خب بچه من یه دونه مروارید حدید مسی رنگ سایز 8 برداشتم و میام روش منجوق قرمز 3 تا دونه برمیدارم. 1 2 3 تا منجوق انداختم روش. پس یه دونه مروارید حدید سایز 8 3 تا منجوق. کاری به این 3 تا منجوق هم ندارم. سوزنم و از توی حدیدم به صورت عمود میدم بره پایین که وسط گل روزم قرار بگیره. بچه ها ببینید وسط گلم اومدش یه مروارید قرار گرفت. ببینید بچه چقدر قشنگ تر شد. کریستال پافیلی سر میندازم، یه منجوقم میندازم روش. کاری به منجوق ندارم، از تو کریستال پافیلی میرم داخل به این صورت. دور تا دور ردیف سوممونو ما میتونیم اینجوری دوخت بزنیم که این جمع بشه. 2 مرتبه میام یه چند سانت اونورتر، هلوش 1 سانت و نیم سمت چپ ترش میام کریستال پافیلی قرمز میندازم، یه منجوق قرمز و کاری به منجوق ندارم و 2 مرتبه میرم داخل نمدم. از جایی که در اومده بودم میرم داخل. بچه ببینید این 2 تا کریستال 2 مرتبه همون سانتی که اومده بودم 1 سانت و نیم میرم جلوتر. این بار کریستال پافیلی زرشکی میندازم و یه منجوق مجددا از همون جایی که اومدم میرم داخل. ببینید بچه ها این 3 تا 2 مرتبه 1 سانت و نیم جلوتر میرم کریستال پافیلی قرمز میندازم، یه منجوق، کاری به منجوق ندارم و میرم داخل.
بچه ببینید این برای این لایه. 2 مرتبه این لایه زیریم میام ما بین این کریستالایی که دوخت خورده یعنی ما بین این دوتا کریستال از ردیف زیریش یک کریستال پافیلی میدوزم. ببینید روبانمو میدم جلو، سوزنمو از جایی که میخوام در میارم، 2 مرتبه یکی در میون رنگ کریستال پافیلیامونو تغییر میدیم. به این صورت میندازم و از جایی که میخوام میرم داخل، نخمو محکم میکشم. میام حالا این دوتا رو میدم جلو، از این قسمت در میام، از این قسمت در اومدم، یک کریستال پافیلی قرمز میندازم، یه دونه مروارید، از جایی که در اومدم میرم داخل کارم. خب حالا مجدد میام کریستال پافیلی قرمز برمیدارم، یه منجوق قرمز هدایتش میکنم جایی که مد نظرمه و کاری به منجوق ندارم و کریستال پافیلی میرم داخل به این صورت. برای شروع اگر تا حالا با روبان کار نکردید بهتره که یک مقدار پایین روبانتون رو آزاد بذارید. یعنی چی؟ به اندازه 1 سانتی یا 2 سانتی این پایین رو آزاد بذارید که تو دستتون بخواد قشنگ تا بخوره. میام بچه ها نگاه کنید، به این صورت از این لبه کارمو تا کردم تا کجا میپیچم؟ تا جایی که این مثلث تموم میشه. وقتی تموم شد میام کوک میزنم به این صورت که باز نشه. 2 مرتبه میام حالا روبانمو 4 تا انگشتمو میذارم روی روبانم، انگشت شستمو میذارم زیر روبانم. به این صورت ما یه مثلث دیگه شکل میدیم. شروع میکنیم به پیچیدنش. تا کجا میپیچیم؟ تا جایی که این مثلثیه تموم میشه. 2 مرتبه یک کوک دیگه میزنیم. دو مرتبه 4 تا انگشتم رو، شستم زیر. به این صورت میام میپیچم. 2 دور میپیچم. خب 2 مرتبه یه بسته دیگه میزنم. 2 مرتبه به این صورت برعکس میکنم و یه دولا دیگه میرم. 2 مرتبه یه بسته یه کوک دیگه میزنم. 2 مرتبه میام برعکس میکنم روبانمو به این صورت میپیچم. 2 مرتبه بچه‌ها یه کوک دیگه میزنم که کارم محکم بمونه. یک بار دیگه اینو به این صورت میپیچونم.
یه 2 دور میپیچونم. یه کوک دیگه میزنم. اندازش بچه سلیقه‌ایه دیگه، هر چی از اینجا به بعد دور بزنید غنچه گلتون بزرگتر میشه و تعداد دورایی که میخواید بزنید بپیچونید کمتر میشه. ببینید به این صورت من الان 1 دور دارم میپیچم. تا مرتبه یه دور دیگه، یه بس دیگه. هر یه دور دیگه میزنید یه بس بزنید که روبانتون همون حالتی که داره بمونه. بچه ببینید 2 مرتبه من دارم میپیچونم. این دیگه میگم کاملا دیگه از اینجا به بعد سلیقه‌ای هستش که چند دور بخواید روبانتون رو بپیچونید. من تا اینجا بچه غنچه گلم کافیه دیگه، داره شبیه گل میشه. من به خاطر اینکه تموم بشه همینجا این 2 لایه‌ای که اضافه تر رفتم و بس نزده بودم و میام با بس محکمشون میکنم و ثابتشون میکنم. حالا بچه اینجاشو چجوری بخوایم کور بکنیم؟ خب ببینید اینجایی که آخرش هست و میام میپیچونم. ببینید اینجای گلم و یه دونه پیچوندم، یا میتونید 2 تا بپیچونید. همون یه دونه بچه کافیه. یه دونه که پیچوندید میتونید روبانتون رو قیچی کنید به این صورت و اینو قشنگ ثابتش کنید. بچه ببینید تا جایی که میتونم این پایین رو محکمش میکنم. اینم از غنچه گل زیبامون که میتونید با دستتون حالا حالت بدید برای لبه هاش. حالا برای انتهای کارمون چی کار میکنیم؟ انتهای کارمون رو اضافاتش رو قیچی میکنیم اینجوری و بعد میایم با فندک میسوزونیمش و با خود فندک به این صورت حالتش میدیم که کلا سفت بشه. حالا همین غنچه گلمون رو میایم سوزن روشه، من قطع نکردم، میام دیزاینش میکنم روی گل سینم. به این صورت جایی که میخوام قرار بگیره میذارم اینجا. حالا سوزن رو میرم توی نمد. سفت جایی که میخوام قرار بگیره با شستم نگرش میدارم اینجوری قشنگ از توی غنچه گلم میام بیرون و باز از تو غنچه گلم میرم داخل. قشنگا وقتی این غنچه گل رو ثابت کردیم یه دونه مماستش اینور من میام ثابتش میکنم و در آخرین مرحله کارمون بچه من میام با پر سوزنی رنگ سبز دور تا دور کارم رو کار میکنم.